الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. سخنان زیبای مهمان بسیار گرامی و ارزشمندمون جناب شیخ اسماعیل آخوند ناظم مدرسه علوم دینی چنارلی از استان گلستان استفاده کردیم و بهره بردیم. عرایض چندی را شکسته را در وقت باقی مانده خدمت شما عرض می کنیم به اون امید که الله تعالی به بارگاه خودشون مقبول بدارند و به همه ما توفیق عمل نصیب بکنند. قرآن عظیم الشان سخنان در واقع به سخنان زیبا و تعبیرهای جالبش که تعبیر قرآن هم معجزند، همانطور که آیات قرآن عظیم الشان معجزند و معجزه هستند و دنیا نمیتواند با قرآن و آیات قرآن سوره های قرآن مقابله بکند. واقعا تعبیر رب العالمین همانطور معجزند، بی نظیرند، بی مثلند. الله در رب العزت در یک تعبیر بسیار جالب و تعبیر بسیار زیبا و زیبا می فرمایند در جملات مختصر و کلام مختصر می فرمایند و ما بکم من نعمت فمن الله، آنچه که به شما از نعمتها هست همه از جانب الله هست. شما هیچ چیزی ندارید، هیچ نعمت که از جانب غیر خدا باشد. همه نعمتهای که ما در آن نعمتها غرقیم، خواه نعمتهای مادیان ظاهریان، خواه نعمتهای معنویان، از کرامتی که انسان داره و حرمتی که الله تعالی به انسان عنایت کرده، شرفی که الله تعالی به این موجود و مخلوق به نام انسان داده و نعمتهای دینی، نعمت ایمان و نعمت عمل کرده درست، نعمت اخلاق نیک و نعمت دین مبین اسلام، نعمت شریعت، نعمت قرآن، نعمت محمد رسول الله. مگر میشه این نعمتهای معنوی را حساب کرد؟ مگر کسی میتوانه اینها را تا آخر حساب بکنه؟ هرگز هیچ مغز و هیچ فکر و هیچ ملتی حتی و جامعه نمیتواند نعمت پروردگار را همه بشمارد، چرا که خود رب العالمین فرموده است که و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمت الله را بشمارید شما نمیتوانید و هرگز نمیتوانیم نعمت خدا را بشمارید. مگر نعمت خدا صدن، هزاران، 1 میلیونن، 1 میلیاردن یا تریلیاردن. نعمت الله بالاتر از فکر ما، بیشتر از حساب ما و اندیشه ما هستند. والله این نعمتهای معنوی را مگر کسی میتونه بشماره که الله عنایت کرده به بندگان، یا نعمت مادی را، نعمت دنیوی را، نعمت ظاهری که مورد استفاده ایمان، مگر می توانید شما
مگر میتوانیم ما، مگر میتوانند جهانیان نعمتهای ظاهری را بشمارند؟ همان نعمتی که در وجود ما هستند کسی نمیتوانه اینا را بشماره. از نعمت دست و پا گرفته تا نعمت تک تک انگشتان ما، تا بند انگشتان ما، تا نعمت چشم، آنچه که مربوط به چشمه، هر اعضای هر عضو یک منظومه داره، تنها نیست. و یا نعمت گوش و نعمت زبان و نعمت عقل و نعمت فکر و مغز و نعمت قلب و کلیه و کبد و همه اینها، هر نعمت یک مجموعه از نعمت هاست، یک منظومه به خود همراه داره و این نعمت ها را کسی میتونه تک تک بشماره، مگر اون نعمت هایی که خارج از جسم ما قابل شمارشن. این خورشید درخشان که هم گرمی را به سوی ما میفرسته و هم عزیزان من روشنایی میده و هزاران استفاده فایده در این خورشید و در این ستارگان و در تک تک این نعمتهای ارضی و سماوی الله تعالی به وجود آورده است برای ما. مگر میتوانیم من و شما این نعمتهای درختان و جنگل ها را، این نعمتهای مراتع را، نعمتهای کوه و دریا را، کدام نعمت من و شما میتوانیم بشماریم؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان. الله خطاب به جنها و انسان ها میگه، های جنها های انسان ها، کدام نعمت پروردگار را انکار میکنید؟ مگر نعمت یک و دوان، مگر نعمت صد و هزاران، مگر نعمت در حد حساب و شمارشان که شما انکار کنید؟ هیچ یک از این نعمت ها را نمیتوانیم ما انکار کنیم و همه این نعمت ها از جانب رب العالمین. بنده نمیگویم، این سخن قرآن عظیم الشانه، این کلام رب العالمین است. و ما بکم، که همه ما به آن ایمان داریم، همه ما آن را قبول داریم. و ما بکم من نعمت فمن الله، از جانب رب العالمین. وقتی که نعمت به ما متوجه میشه و نگاهمون به نعمت میفته که ما باید بار بار این نعمت ها را یاد بکنیم و نگاه بکنیم، باید نگاه ما به رب العالمین بیفته. نگیم که این از تشخیص مایه، نگیم که از علم مایه، این حرف قارونه و هر کس این حرف را بزنه با قارون هم کیشه، با قارون هم مسلکه. قارون گفت که انما اوتیتو علی علم عندی، این نعمت را، این ثروت و دارایی را من داده شدم از روی علمی که دارم، من با دانشم به این ثروت رسیدم. چرا دیگران این دانش نرسیدن که دانش نداشتن؟ اما الله فرمود ای احمق نمیدونه که خیلی ها قبل از قارون ثروت داده شدن، دارایی داشتن و الله اونها را به عذاب مؤاخذه کرد. وقت نگاهشون به غیر خدا افتاد، وقت نگاهشون به مخلوق افتاد، وقت به تکبر و نافرمانی وادار شدن، الله اونها را مؤاخذه کرد. چقدر الله تعالی از سرمایه‌داران را و ثروتمندان دنیا را، قدرتمندان دنیا را که قدرت را از آن خود و شایستگی خود دانستند، لیاقت خود دانستند، الله گردن اونها را شکسته، کمر اونها را الله شکست و اونها را به عذاب گرفتار کرد. نعمت همه از جانب رب العالمین. نگاه ما به نعمت، اگر ما نگاهمان به نعمت بیفته و به تکبر و غرور وادار میشیم و مغرور بشیم، ما با قارون با فرعون هم کیشیم. چرا که فرعون نگاهش به ملکش بود، فرعون نگاهش به لشکریانش بود،
به ارتشش بود، به قدرت نظامیش بود و نگاهش هرگز به الله نیفتاد، هرگز گردن جلوی خدا خم نکرد، هرگز به زانو به زمین نیفتاد که خدا را سجده بکنه که نعمت تو به من دادی. و اگر چنان میکرد به دریا غرق نمیشد. و اگر قارون نگاهش به علم و شایستگی خودش نمیافتاد و به الله میافتاد، هرگز زمین را فرود نمیبرد. بشر هر بلا و مصیبتی که به سرش می آید از دیدگاه غلطش هست، از نگاه اشتباهش هست، از فکر اشتباهی. نعمت ها از آن رب العالمین. نگاه به کمترین نعمت وقت من یاد کردیم بلا فاصله اتصال پیدا بشه با الله که این نعمت از جانب رب العالمین هست. به شایستگی، به توانمندی، به این که من استاد دانشگاه هستم، به این که من تحصیل کردم دکترا دارم، به این که من عالمم، من روحانی هستم، من عالمم، علم دارم و از روی علم به این شایستگی دست یافتم. اگر این فکر به ذهن بیاید، این فکر قارونی هست، این فکر فرعونی هست. و ما بكم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که شما دارید از جانب پروردگار. ثم اذا مسكم الضر، وقت ضرر به شما مس میکنه و ضرر متوجه شما میشه، قحط به سوی شما متوجه میشه، خشکسالی میآید، مشکلات اقتصادی می آید، اقتصاد با چالش مواجه میشه و سیاست با چالش مواجه میشه، فرهنگ با چالش مواجه میشه و نعمتهای گوناگون با چالش مواجه میشه. الله میگه شما خدا را فریاد میزنید و به خدا تضرع میکردید، میکنید. میگه الله تو این ضرر را دفع کن و میدانید که غیر از خدا کسی دیگر ضرر را دفع نمیکنه. لحظه مصیبت باید نگاه به خودمون بیفته و به خود نگاه کنیم که این مصیبت از تقصیرات ماست، این خشکسالی از تقصیرات و کوتاهی ماست، این از جانب رب العالمین برای تنبیه خود ما از ماست که بر ماست. ماییم که خود را به مصیبت می اندازیم، سبب به مصیبت میشیم. ناشکری های ما، غفلت ما، کوتاهی ما. در وقت مصیبت نگاه به خود بکنیم که من چه گناهی کردم، من چه تقصیری دارم. بنده خدای ورشکسته سر من افتاد با ایشون روبرو شدم و شکایت از ورشکستگی کرد و من گفتم، بنده گفتم که به کثرت استغفار کن. علاج مشکلات استغفاره، علاج مشکلات اعتراف به تقصیر، اعتراف به گناه، خود را ملامت کردن و محکوم کردن در مقابل پروردگاره. گفت نخیر، گفت من هیچ گناهی نکردم، من هیچ تقصیری ندارم. علیاذ بالله این مصیبت را از جانب خدا ظلمی تلقی کرد، خیلی نادان بود، وفات کردی، الله مغفرتش بکنه. گفت که من هیچ کوتاهی نکردم، من به فلان مدرسه کمک کردم، من به فلان جا دادم، همون دادنش را یاد کرد، اما این گناهایی که ما روزانه انجام میدیم نگاش به این نافتاد. کوتاهی خود این جهله و بدترین دشمن انسان جهله. هیچ دشمن بالاتر از جهل شما توی روی زمین ندارید. جهل خطرناکه. خدا من و شما را جاهل نگردانه، نادان نگردانه. این فرعون جاهل بود، این قارون جاهل بود. کسی که خدا را نشناسه جاهله، کسی که عیبهای نفسش را نشناسه جاهله. جهل علی همه فتنه های دنیا از جهلان، از تکبرم از جهل، حسد از جهل و منبع همه امراض و فساد جهل و نادانی.
و منبع همه خوبی ها و خیر که سبب خیر میشه دانش و علم. عزیزان من و شما همه نقصان ها و ضرر ها و زیان ها را به خودمون نسبت بدیم. ما اصابك من سیئة فمن نفسك، ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفس. الله میگه چه که به شما ضرر و زیان برخورد میکنه از جانب خودتونه، گناه های خود، ناشکری های خود، تقصیرات خود را چرا یاد نمی کنید؟ و هرچه نیکی و خوبی هست از جانب رب العالمین و پروردگار هست. الله می فرمایند که وقتی که مصیبت میاد شما تضرع و زاری میکنید به خدا، پروردگار بیا ببخش، بیامرز و مهربانی کن، فضل کن. وقت فضل الله می آید و رحمت می آید، بعد با خدا شریک می گیرید و این را به مخلوق نسبت می دید، به دیگران نسبت می دید، بعد ناشکری پروردگار را انجام می دید. عزیزان من، این قحط مسلط بود، 1 سال قحط به تمام معنا بود، قحط 100% و قحط شکننده در استان بود، در بعض استانهای دیگه بود، کشورهای همجوار، بعض قسمت افغانستان، پاکستان و سالهای گذشته هم در کل ایران مشکلات آب بود. بحران آب را دولت اعلام کرد، اما امسال چه رحمتی سرازیری، ماشاءالله. استانهای شمالی، قسمت شمالی کشور که بار رحمت پشت سر رحمت آمده و اینجای خشکی بود، شما پریشان بودید، دعا کردید، فریاد کردید که الله قحط برطرف کن. الله رحمت را اخیرا آورد که بی سابقه بوده توی منطقه. بعضی میگن 40 سال چنان باران ندیدیم، بعضی میگن 70 سال چنان باران نیامده. 1 باران بود، اما باران بسیار فراگیر، باران وسیع و باران بسیار بزرگی بود. الحمدلله این رحمت پروردگاره. اون قحط سبب کوتاهی های و اعمال ما بود و این رحمت این به سبب پروردگاره، نعمت پروردگاره. ولهذا باید شکر خدا را به جا بیاوریم. در وقت مصیبت باید صبر کرد و به خدا متوسل شد و استغفار و توبه کرد و در وقت رحمت باید شکر پروردگار را به جا بیاوریم. این نعمت پروردگاره. بدانید که همانطور که مصیبت و امتحان پروردگار الله با مصیبت و با سختی بنده‌اش را آزمایش میکنه، نعمت این آزمایش سختری است و بزرگتر. وقت نعمت انسان طبیعتش اینه که خوشحال میشه زیاد و در خوشحالی الله را فراموش میکنه، در خوشحالی خدا را ناشکری میکنه. بسیاری هستند که وقت خوشحالی عروسی فرزندش است، از بس که خوشحالن شراب می نوشن، مشروب می نوشن، رقص می کنن، ارگ می گذارن. این ناشکری پروردگاری. وقت نعمت است به سجده بیفت، به تضرع و زاری بیفت. نعمت کوچکی نیست که شما ناامید شده بودید از باران، فصل باران تقریبا داشت به پایان می رسید، الله این باران آورد. مردم عزیز 30 سال ناامید بودند از آب، به رودخانه هیرمند و الحمدلله این رودخانه را الله جاری گردانه. از شمال رودخانه جاریه و از جنوب و شمال باران سرازیره. این نعمت دست کم نگیرید، از کنار این نعمت رد نشید غافلانه. این نعمت عظیمی است و نعمت بسیار بزرگی است. کنفرانس ورشو در لهستان به پایان رسید و به دعوت امریکا بسیاری از کشورها شرکت کردند. بحث صلح خاورمیانه بود، علیه ایران خیلی سخنرانی شد
ولی افسوسه که آنچه که ما با این طلبه لباس طلبگی ما جامعه ما این دانشجویان ما مردم ما میفهمند کاش که امریکایی ها و اسرائیلی ها میفهمیدند که صلح خاورمیانه تنها راه حلش برگشت اسرائیل به مرزهای خودشه و آزادی فلسطینی احترام گذاشتن به مردم فلسطین. آخه فلسطینی ها انسانند، مگر این نیست که شما از حقوق انسان صحبت میکنید، از کرامت انسان صحبت میکنید، از حرمت؟ مگر فلسطینی انسان نیستند که دارای حرمت باشند، دارای کرامت باشند، دارای حق و حقوق باشند؟ نباید در رابطه با فلسطینی عدالت اجرا بشه، نباید با فلسطینی ها گفتمان صورت بگیره، نباید فلسطینی ها را به میز مذاکره دعوت بکنید و حقوق اونها را بدید و شهرهای اشغال شده و بیت المقدس اشغال شده عقب نشینی بکنه به مرزهای خودتون. شما صلح میخواهید، شما میخواهید مبارزه با تروریسم مبارزه بکنید که امروز یک پدیده خطرناک در جهان تبدیل شده، امروز تبدیل شده به گونه غول‌ها تبدیل شده است و تهدید میکنه امنیت کشورها را، امنیت ملتها را، امنیت جهانی را، امنیت بین المللی را. ولهذا این با ادا کردن مبارزه با تروریسم با بم نیست، با موشک نیست، با حمله هوایی و زمینی نیست، بلکه با ادا کردن دادن حق مظلومان همچون فلسطین، مردم فلسطین، مردم غزه باید به حق حقوقشان برسن. اسرائیل به مرزهای خود عقب نشینی بکنه. شما صلح از اینجا آغاز کنید، صلح خاورمیانه را، تا برسه به سوریه، عراق و کشورهای دیگر، به یمن برسه. این صلح فایده داره و این بهترین نظری. کاش شما متوجه می شدید که همه این مشکلاتی که در دنیای سرآغازش از فلسطین و از اسرائیل شروع شده است، از اختلاف آنجا، بسیاری از مسلمانان که متاسفانه دست به افراطگرایی زدند و دست به ترور زدند که ما هم ترور و افراطگرایی را ملامت میکنیم، برمیگرده به همین مسئله. باید شما دور فکر کنید، به امنیت جهانی فکر کنید، نزدیک فکر نکنید. مسئله فلسطین کاش که در ورشو بحث میکردید و در بیانیه‌تون به یک نتیجه مثبت میرسید که برای جهانیان خوشحال کننده بود. همه از شما قدردانی میکردند اگر شما صحیح فکر کنید، درست برید، تکبر نکنید، به قدرت خودتون مغرور نباشید. و راهپیماییه. و من باز اینجا یک نکته را عرض کنم که صلح خاورمیانه تنها و تنها به یک صورت امکان پذیره که دولت‌های مستبد به استبداد باید خاتمه داده بشه. تا زمانی که حکومت‌های خودکامه، حکومت‌های مستبد و حکومت‌های دیکتاتور و حکومت‌های وابسته در خاورمیانه باشند که امر و نهی از بیرون بپذیرند از دیگران، صلح خاورمیانه انجام نمیگیره. اگر 10 روز باشه، 1 سال باشه، مجدد مشکلات شروع میشه. رای حل جنگ نیست. همه کشورها باید این نکته را بدانند. رای حل جنگ نیست. رای حل گفتمان، مذاکره، برگشته به میز مذاکره. رای حل تشکیل حکومت‌های فراگیره که منافع همه قومیت‌ها و مذاهب و ادیان در آن تامین بشه، منافع مسلمان و غیر مسلمان که کنار هم تامین بشه. در یمن رای حل جنگ نیست. جمهوری اسلامی و مسئولین ما
و کشور عربستان سعودی بدانند که با جنگ نمیشه مشکلات یمن حل کرد. زمان مردم یمن رنج به سر میبرند، از گرسنگی میمیرند. جنگ را خاتمه بدید و آتش بس را در یمن حاکم بکنید و حکومت فراگیر تشکیل بدید. عربستان هم باید کوشش کنه که حکومت فراگیر باشه که در آن حق و حقوق حوثی ها، در آن حق و حقوق همه اقلیت ها، مسیح ها، مسلمان ها، همه اقوام در یمن حفظ بشه. همه در یک حکومت فراگیر به تناسب جمعیتشون شرکت داشته باشند. رای حل یمن صلح، رای حل در سوریه و در عراق، تامین حقوق همه مذاهب و اقوام و ادیان و گروه های مختلفه میتونه حکومت ها را پایدار بکنه، امنیت پایدار کنه، اخوت برگردونه به کشورها. اگر شما صلح میخواهید، اگر امنیت خاورمیانه رای حلش اینه، اسرائیل هم در همین صلح داخل کنید و فلسطینی ها را، اما صلح بشن. اما از شما برای صلح حمایت میکنم، برای جنگ نه، برای تحریم نه. تحریم شما برای ایران تحریم ظالمانه است. ملت ایران مظلومه در این تحریم که داره مشکلات را تحمل میکنه. حضور پرشور شما در راهپیمایی 22 بهمن، حضور شیعه و سنی، اقوام، مذاهب، طایفه‌های مختلف واقعا نشان دهنده بینش ملت ایرانه، دانش ملت ایرانه. چرا ملت ایران الان این نیست که مشکل نداره، شکایت نداره، خواسته نداره، ناراحتی نداره، همه چیز هست، ولیکن معلوم میشه که ملت ایران هنوز انقلابش را حمایت میکنه، اصل انقلاب حمایت میکنه و انقلاب نعمت میدونه برای خودش. حالا اگر در این 40 سال مشکلات داشته، ملت ایران خواهان حل این مشکلات، ملت ایران خواهان تغییرات در روندها، در ساختارها، در سیاستها. و واقعا این حضور پرشور شما، حضور حماسی شما بسیار برای دنیا، مردم دنیا خیلی تعجب بود که ملت هنوز حامی هستند و انقلابشون هم میخواهند. انقلاب نیاز به اصلاح داره و این نظر ملت ایران نظر یک فرد و دو نیست، نظر اکثریت قاطع مردم ایرانانه که انقلاب اصلاح بشه، روان گذشته تغییر پیدا بکنه. و این هم بارندگی در کام ما بسیار خوشحال بود، خیلی شیرین بود و این حضور حماسی شما بسیار شیرین بود. اما یک چیزی که بسیار تلخ بود در همین شیرینی ها، حمله اون بمبگذاری اتوبوس عزیزان مرزبان سپاه پاسداران، مرزبانان سپاه پاسداران بین جاده خاص زاهدان، واقعا برای همه ما تلخ بود، برای ما همه ناگوار بود که جمع عزیزان ما به شهادت رسیدند. این ناجوان مردانه بود و واقعا ما محکوم میکنیم این حمله را. ما با اصل کشتن مردم، حالا کشتن همه مردم و کشتن مسلمان بعد که کلمه میخوانه مخالفیم، معتقدیم که کشتن مردم دشمنی به بار میآوره، عداوت به بار میآوره. رای حل نیست کشتن مردم. مردم که بکشیم، کسی بکشه مشکلات بیشتر میکنه. این استان محروم به هر حال مردم بیکارن، مشغله ندارن، گرسنگی دارن، مشکلات اینها را بیشتر میکنه. استان ما
مدتی است که الحمدلله بگیم همه استانان تر بوده نیروهای انتظامی همین آمار داده است که از تمام استان بالاخره از 31 استان کشور انتره. اما این متاسفانه مسئله اخیر خیلی ضربه بزرگی بود. الان در سرمایه گذاران می آمایند که اینجا سرمایه گذاری کنند، ایجاد اشتغال کنند، گردشگران بیایم باید تو استان، بالاخره مردم ما شغل پیدا بکنند و کشتن مردم و ناامنی درست کردن تو ایجاده ها به ضرر تمام میشه، به نقصان تمام میشه. و از روی این ما به همه نصیحت میکنیم، هر جمعی کسانی که فکر میکنند به منفعت مردم، منفعت کشور، باید همه کمک کنند در این مسئله که باید امنیت در استان ایجاد بشه. ما همه میخواهیم، همه اتفاق و همه گروه ها و همه مردم عزیز استان، علما و تحصیل کردگان و معتمدین و ریش سفیدان و قاطبه مردم که همکاری کنند در این که توی استان اتفاق رخ نده، استان امن بشه، راه امن بشه، با امنیت زندگی بکنیم، حرف بزنیم. و ما درخواستمون اینه که جلو حرف هیچ کسی نگیره، انتقاد سازنده، انتقاد خراب کننده را ما اعتقاد نداریم، تخریب نه بلکه انتقاد و اصلاح به این اعتقاد داریم و الله تعالی همه مشکلات حل بکنه. عزیزی که شما دعا کردید در هفته گذشته برای خانوادهش مولانا عبدالرشید، یکی از علمای شاخص خاص، خانوادهش در گذشته و دعا کنید که الله تعالی به جوار بهترین رحمتایشون و همه گذشتگان جا بده. امروز ما بسیار مهمانای الحمدلله خوب که از چهره های خوشنامند و از چهره های شناخته استان گلستان نماز شرکت فرمودند و ما از این عزیزان شکرگزاریم و خوش آمد عرض می کنیم. جناب شیخ صلاح الدین آخوند مدیر مدرسه علوم دینی چنارلی که از مدرسه های مرکزی و محوری در استان گلستان و مدرسه بسیار قدیمی است، و همچنان جناب شیخ اسماعیل آخوند ناظم مدرسه علوم دینی چنارلی که سخنرانی فرمودند و جناب شیخ اسام الدین که از همه این عزیزان از بزرگان استانان و بسیار احترام و اعتبار دارن توی استانشون و همراهان عزیزشون که همراه دارن خوش آمد عرض میکنیم و خوشحالیم که توی مراسم شرکت دارن و الله تعالی همه علمای ربانی و علمای حقانی هر جای هستن حفظشون بکنه و در راه خود قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد.